سوال 6. آیا مقدار این حد وجود دارد؟ چرا؟ من میگم خیر. چرا؟ چون تابع در همسایگی راست این نقطه‌ای که تو میگی، یعنی نقطه 1 در همسایگی راست 1 تعریف نشد. حالا اینو بخوام یه ذره بیشتر توضیح بدم، به این توجه بکنید که ما یه تابع داریم به این صورت: جزء صحیح x منهای 1. یه تابع هم داریم به این صورت: این پایینیه من x رو نزدیک 1 میذارم دیگه. خب مثلا 1.1 از 1 بیشتر میشه 1/0 میشه بی نهایت، ولی خب x از 1 بیشتره، پس این صفر مثبته، این میشه مثبت بی نهایت. میخوام بگم که صفر مثبت تعریف شده. مخرج اشکال نداره، یه عدد خیلی کوچیکی باشه، مثلا این خیلی کوچیکه ولی تعریف شده، اشکال نداره. میتونه این باشه. وقتی x به 1 نزدیک میشه تابع من میره به سمت بی نهایت، تابع زیاد میشه. بله، هرچی اینو کوچیکتر بگیری تابع تو بیشتر میشه، میره به سمت بی نهایت. همه اینا تعریف شده. اما اینجا این جزء صحیح است که کارو خراب میکنه. شما جزء صحیح 1 بیشتر میشه خود 1، پس این میشه لیمیت x به سمت 1 بیشتر میشه 1 به روی 1 منهای 1 میشه 1 به روی 0. دیگه این نیست که از 0 بیشتره یه ذره و این اصلا تعریف نشده، این خود صفره. این نیست که بگیم نزدیک صفر، خود صفر. همچین چیزی تعریف نشده. پس تو وقتی از سمت راست به 1 نزدیک بشی، این جزء صحیح در هر صورت عدد رو 1 میبینه، 1 مطلق، نه کمتر نه بیشتر، خود 1. بعد اینجا میشه خود 1 منهای خود 1 میشه صفر، صفر مطلق. دیگه به این میگیم تعریف نشده. به خاطر همین میگم اصلا سمت راست 1 تابع تعریف نشده. وقتی اصلا سمت راست 1 تابع تعریف نشده، چجوری میخوای حدش رو حساب بکنی؟